همین الان، دقیقاً همین لحظه که داری این ویدیو رو میبینی، IQ تو احتمالاً 10 نمره پایینتر از پتانسیل واقعیته. چرا؟ فقط به خاطر اینکه گوشی توی اتاقه. حتی اگه خاموش باشه، حتی اگه صفحش به پشت باشه. تحقیقات ترسناک دانشگاه تگزاس نشون داده که صرفاً حضور فیزیکی گوشی هوشمند در میدان دید تو بخش عظیمی از ظرفیت پردازشی مغز تو اشغال میکنه. اسم این پدیده رو گذاشتن تخلیه مغزی. یعنی چی؟ یعنی مغزت مجبور مدام انرژی مصرف کنه تا جلوی خودشو بگیره که به اون گوشی دست نزنه. فکر میکنی چرا با اینکه کلی ایده داری، کلی رؤیا برای پول درآوردن داری، آخر شب حس میکنی مغزت مثل یه تیکه اسفنج خشک شده است و هیچ کاری نکردی؟ فکر میکنی بی اراده ای؟ فکر میکنی تنبلی؟ نه. تو درگیر یه جنگ نابرابر شدی. تو داری با مهندس‌های سیلیکون ولی میجنگی که شغلشون اینه که سیستم پاداش مغزتو هک کنن تا تو فقیر بمونی.